سری سرفه برآوردن عروس چی حکم داره؟ سری سرفه برآوردن عروس یک عادت دیرینه مردم ما است و ربط به اسلام نداره. یعنی در اسلام، در شریعت اسلامی به این کار دستور شدگی نیست که عروس بعد از تویش یا یک روز یا دو روز بعد باید که سری سرفه برآورده شود. خب اما در مسئله جایز یا ناجایز بودن این مراسم وابسته به این است که در اوجا منکرات شرعی انجام نشود، یعنی کارهای گناه انجام نشود و این کار لازم و ضروری ندانند و یگان تکلفات زیادی دیگر در اوجا انجام نشود. جایزه که همین عادتشون مردم انجام بدهند. مثلا در اوجا زنهای به حجاب می شود، مردها و زنها یک جایه می شوند و یک مردی بیگانه کمیره در دست زنهای به حجاب مثلا نواربرداری میکنه و این نواری او را وقتی که منتج کردنم که باشه او یک مردی بیگانه تماشا کرده، پیش نزدیک کرده، مثلا همون پستی و بلندی او عروس تماشا میکنه. خلاصه با این نواری ای را بعداً در دیگرها میرسونند که زنهای به حجاب هستند. اختلاط، یعنی کاری گناه نواربرداری کرده بود به دیگرها میرسونند. همه اینها منکرات شرعی که هستند، از همین جهت چنین مراسم برپا کردنش حرام و ناجایز است. نه از جهت اینکه این عادت مثلا کار حرام و ناجایز است، بلکه از این جهتی که در اوجا کارهای حرام انجام می شود، از همین جهت حرام و ناجایز است. و الا اگر در چنین مراسم مثلا همین عادت مردم است، ربط به اسلام نداره، عادتهای مردم وقتی اگر خالی از منکرات باشه، کارهای خلاف فرموده خدا و پیامبر در اوجا انجام نگیره، مثلا جایزه مباحه که مردم همین خیل عادت هاشون، همین خیل مراسم هاشون انجام بدهند. والله اعلم بالصواب.